آلترناتیومون کسی نیست جز منصور ضابطیان. و اتفاقا میاد منصور ضابطیان میاد شنبه دیگه با منصور ضابطیان گفتگو میکنیم و این اپیزود اختصاص دادیم به این که بگیم که منصور ضابطیان کیه. چرا تو ماشین باش نگرفتیم؟ چرا خودش نیست؟ راستشو بخوای من قرار بودش که در واقع باش توی ماشینش گفتگو بکنم ولی به دلایلی نشد. خب حالا من میگم اما الان قرار راجع به آقای ضابطیان صحبت کنیم. آقای ضابطیان کی آرش تو؟ من فکر کنم همه میشناسنشون، نیازی نیستش به نظرم خداحافظی کنیم بریم. من همینطور موافقم. تو میشناسیشون؟ من خب کمتر از همه میشناسم. خب بس لطفا معرفیشون وقتی قرار دادیم قشنگ منصور ضابطیان یه خود توضیحش سخته ولی اونقدری مشهور هست که نیازی به توضیح نباشه، به خاطر اینکه به نظر من هیچ موقع یه شغل نداشته. آره خیلی جالبه. من تحقیق کردم بیشتر راجع به منصور و به این جمع‌بندی رسیدم که واقعا احتمالاً نسل‌های متفاوتی از مخاطب فرهنگی توی ایران منصور ضابطیان متفاوتی رو میشناسن سیاوش. به خاطر اینکه مثلا بستگی داره، اگه مثلا شما توی همون دهه‌ای که فکر می‌کنم شما یه دونه خبرنگار کار کشته به حساب می اومدی واقعا و بی‌طرف من یه خبرنگار تازه کار، چون شما یه مقدار واقعا زودتر شروع کرده بودین اون موقع رو. من بله شما من خبرنگار نبودم، برنامه ساز بودم. همون ژورنالیست علمی بودی. آره دیگه. حالا ویکی‌پدیا داری، حالا نمیخوام اشاره کنم. من وادار میکنه داشتم مثل آدم منصور رو توضیح میدادم. فرشد منصور ضابطیان مختلف نسل‌های مختلف. بله دقیقاً. به خاطر اینکه مثلا اون موقعی که ما روزنامه نگار بودیم شاید سیاوشون تایید کنه، اونم اینه که ایشونو اغلب آدما با عنوان روزنامه نگار میشناختن و تحلیلگر و منتقد سینما، به هر حال کسی که سینما خونده دقیقاً. و البته که در واقع از یه دورانی که گذشت این رد فعالیت ژورنالیستی و مثلا مجله چرچراغ و سردبیری و اونها اینا رفت کنار، همراه با محمد صوفی برنامه‌سازی تلویزیون رو تجربه کردن. حالا میگیم که چه برنامه‌سازی تو این تایملاین در واقع زندگی چیا رو تجربه کرده، ولی شاید در واقع بارزترین اون چیزی که همه تقریبا میشناسنش رادیو هفته. رادیو هفت برنامه‌ای بودش که توی شبکه هفت پخش می‌شدش و یک جریانی رو در برنامه‌سازی تلویزیونی ایجاد کرد و خود منصور ضابطیان هم یکی از در واقع میزبانان اصلی برنامه بود و البته تهیه کننده و کارگردانیش که و ایده پرداز عالی و سالها البته در تلویزیون نویسندگی و توی پوزیشن‌های مختلف در واقع کار کرده بودش منصور ضابطیان. تا ناگهان از تلویزیون رفت، مثل تو صلاح ندونستنه. آره دیگه رفت. یا رفتونده شد. آره دقیقاً. بعد چه اتفاقی افتاد؟ خیلی اون موقع فکر حرفه‌ای سفر میکنه منصور الان. آره الان جلوه دیگه از منصور ضابطیان رو می‌شناسیم. یعنی بازنشسته شد کتاب، یعنی بازنشسته شد رفت سفر. به نوعی میشه گفتش که در واقع یه شکل دیگه یا شکل تازه‌ای از زندگی حرفه‌ایش رو شروع کرد. به نوعی بازنشست شد از برنامه سازی، گرچه هرگز بازنشست نشده، همیشه به نوعی ردش رو توی کارهای مختلف ما میبینیم. اون باز تعریف شغله رو چندین بار تو انگار باید حالا خودش بپرسیم. نمیدونم شاید همه این حرفایی که ما میزنیم همه حدس و گمانه. ممکنه که خودش بیاد بگه که اصلا نه من هنوزم برنامه ساز رادیو تلویزیون هستم، سالها رادیو بودش اصلا. و یه دفعه پادکست جعبه رو در واقع الان میسازه، منتشر میکنه. یه پادکست دیگه هم هست رادیو کامیون یا هم چیزی اگر اشتباه نکنم. حالا حتما فکر کنم رادیو کامیون درسته. چیز رو محدث جون بپرسیم. بعد بپرسیم از رضا که مسئول پاسخگویی ما باید پاسخگو باشیم. پاسخگو کردن ماست. اینجا ایشونه که سوال میپرسه ما جواب میدیم. ولی به نظر میرسه که حالا زود تو سریع بگیم که منصور ضابطیان این روزا با سفرنامه‌هاش بیشتر از همیشه شناخته میشه. با کتاب صوتی میخونه، در یوتیوب در واقع برنامه سازی میکنه، کانال یوتیوب داره که پیشنهاد میکنم اصلا ببینیم قبل از اینکه گفتگو باهاش رو تجربه بکنیم. و کلی در واقع مطمئنم حرف برای گفتن داره، به خاطر اینکه این آدم یه دفعه عین بارباپاپا عوض میشه. بارباپاپا رو یادته؟ تو سنت نمیخوره نه؟ معلومه که در 70. آره. ببین داستان از این قراره.
سیاوشون که فکر میکنم الانم تبدیل شده به یک جور در واقع نویسنده سفرنامه حرفه‌ای نویسندگی میکنه کتاب و برای من خیلی جالبه یه آدمی انواع محتوا رو تولید میکنه. و در واقع فکر میکنم یه عنوانی که اخیراً بهش اضافه شدن پادکستره. یعنی شما یه آدمی که به قول خود شما منتقد سینمایی شروع کرده شده روزنامه نگار، دبیر تحریریه، ده مقاطع سردبیر در جاهای متعدد سردبیر، بعد برنامه ساز مشهور تلویزیونی، بعد تبدیل شده به نویسنده و پادکستر و همچنان ادامه داره. مطمئنم بهمون خوش میگذره تو این گفتگو، حتما هم به ما هم به بیننده ها و شنونده های پادکست هشتگ بازنشستگی، چون فکر میکنم که منصور ضابطیان میشه گفت که بازنشسته است دیگه، نه؟ اصلا خیلی بازنشسته حرفه‌ای، یه بازنشسته بالفطره، تراس به قول تو. بعد درآمد بگیم. خب فرشاد به نظرتون خود منصور ضابطیان خودش رو یک بازنشسته میدونه یا نه؟ ببین اینو باید ازش بپرسیم، اما با اون تعریفی که ما از بازنشستگی داریم که یه نفر هویتش رو باز تعریف بکنه چندین بار تو مسیر شغلیش، به نظرم حتما هست. یعنی اگه نظر منو بپرسی میگم حتما هست، ولی اگر نظر خودش رو بخوایم بدونیم باید یه هفته صبر کنیم دیگه، بریم سراغش ببینیم چه اتفاقی میفته. همینجا زودتون سریع بگیم که ما شنبه ها منتشر میشیم، شنبه ها به طور پادکست و ویدیوکست اصلیمون منتشر میشه، شنبه بعدش پادکستمون در واقع فقط نسخه صوتیمون منتشر میشه، بین در واقع اپیزودهای اصلی ویدیوکستمونم یه مینی اپیزود مثل اینی که الان داره پخش میشه فقط تصویری منتشر میشه.